الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. در ارتباط به حدیث ما و شما یک مقدمه دو روز درس خواندیم که شرافت و مقام حدیث و روایت حدیث، بیان حدیث و سلف صالح علما چقدر تشویق کرد مسلمانان را که حدیث یاد بگیرن، قرآن یاد بگیرن، حدیث یاد بگیرن. امروز در خود کتاب شروع میکنیم. کتابی که ما شما میخوانیم من گفتم بیارین مورا به نام بلوغ المرام است. اصلی کتاب فقط حدیث احکام جمع کردگی است. بیش از 1500 حدیث دایی است، کلش درباره احکام است، یعنی قوانین، دستورات در هر بخش زندگی. حدیثی که احکام است از قاید و تا طهارت همه بخشار شامل میشه. مصنف ازی امام علامه حافظ ابوالفضل احمد، اصل نامش احمد است. الامام یقتدا و علامه لقبش است، نامه علامه بسیار عالم. حافظ یعنی حافظ حدیث بود. احمد ابن علی، فرزند علی ابن احمد ابن حجر اسقلانی. اسقلان به فتح عین یک شهر است در مربوطات فلسطین میشه، در نزدیک غزه است و سابق مربوط مصر بود. المصری مشهور به مصری است. شافعی یعنی در فروعات میلان به مذهب شافعی داشت، اگر که خودش هم اجتهاد میکرد و به دلایل موضوعات ترجیح میداد. ولد فی مصر، در مصر تولد شدگی است در روز 12 شعبان در سال 773 هجری قمری. فعلا ما شما 1440 هجری قمری است. 773 یعنی دیگه 700 سال پیش زندگی میکرد و نشه بها و در اوج زندگی میکرد. مادرش در تفلیف وفات شده بود، با پدرش هم در حالتی که طفل بود وفات شده، یعنی یا یتیم بودگی است، ولی بسیار عالم کلان است. استادایش بعد از اینکه عمرش 5 ساله شد شروع کرد به علم، به طلب علم. در 5 سالگی قرآن در 9 سالگی حفظ کرده مکمل قرآن و بسیار متون علم. متون امور میگه که مختصر است، در طفلی خود یاد کرد. از او جمله عمده، حاوی، صغیر، مختصر، ابن حاجب، ملحت الاعراب، یعنی کتابا را حفظ کرده بود. علم از بسیاری علما گرفته که در دوران خودش بوده، مثل سراج البلقینی و سراج ابن ملقن، عبدالرحیم ابن رزین. این استادایی است که در بسیار شهرت داشتن، پیش از اینا رفته علم یاد گرفته. بخاطر علم بسیار سفرها کردگی است که اسلام قرآن یاد بگیره، حدیث یاد بگیره، مسائل تحقیق کنه. شهرهایی که سفر کرده یعنی از فلسطین و مصر آمده، حرمان شریفان یعنی مکه و مدینه، اینجا بسیار علما بود، مرکز علم سابق بود، حالی هم است. در مکه زندگی کرده و نماز تراویح در مسجد حرام در سال 785 میخوان و از صحیح بخاری را در اونجا شنیدگی است در مکه به شیخ محدث عفیف الدین نیشاپوری ثم المکی. و در مکه بسیار رفت آمد میکرد، برای حج، برای عمره، برای طلب علم. یک خوب برای طلب علم در مکه و مدینه رفته. دوم دمشق یعنی مرکز سوریه که فعلا از اونجا مرکز علم بود. در اونجا بعض شاگردایش مورخ شام ابن عساکر، مورخ شام یعنی ابن عساکر یک کلان عالم است، شاگرده ازی بود، پیش از او خوانده. و از ابن ملقن و بلقینی که یا محدثین است، از یا علم یاد کرده است. بیت المقدس اونجا رفته و علم یاد گرفته. بسیاری شهرهای فلسطین مثل نابلیس، خلیل، رمله و غزه و با علمای جمع شده از استفاده کرد. یعنی هر جایی که عالم می بوده کلان می رفته علم یاد می گرفته. و اینمی قسم علما که عالم می شدن به می خاطر که بسیار سفرها می کردن. صنعا رفته. صنعا یعنی بعد شهرهای یمن، حالا فعلا مرکزش هست و از علمای از استفاده کرده است، از کلانا و بزرگای از. بعضی کارهایی را که انجام دادگی است
در اون وقتش خلافت دیگه خلافت عثمانی ها بوده. سلطان مؤید نیابت قضا را برش داده بود. بعد از این قضای کل شهر مصر برش بود قاضی شود. در سال 827 بازی قضا را قبول کرد، پشیمان شد. باز یک سال بعدش استعفا داد. باز سرش فشار آوردن که بیایه، دیدن که حالی رای نداره که مجبور قضا کنه، دوباره قبول کرد و مردم بسیار خوشحال شدن. باز قضای بغیر از مصر شام هم برش سپاریده شد تا سال 833 هجری قمری. همین قسم میگه قضا میکرد، یعنی قاضی بود، کلان قاضی ها. خاطری که بعضی وقت ترکش میکرد، بسیار مصروفیت داشت، این شوق داشت که علم بخونه، کار دولتی را نکنه، اما باز مجبورش میکردن و تقریبا 21 سالی قضا کردگیست. 21 سال یعنی ریاست قضا به دوشش بوده. آخر ولایتش هم قضا بوده، یعنی قدرتش، و در روز 8 ربیع الثانی قضا را ترک کردگیست. خطابت داشت در جامع الازهر، حال یک پانتون کلان کرد. اوجا خطیب بوده. جامع عمرو بن عاص در قاهره منصب افتاء به دارالعبد، یعنی مفتی کلان بود. مؤلفاتش کتابای زیاد است. حافظ ابن حجر این مشهور است، این میگه در ارتباط ازی حافظ ابن حجر که نام خودش است، میگه در کم وقت الله بسیار در عمرش برکت انداخته بود، زیاد علم یاد گرفته بود و بسیار تلاش میکرد، کتابا رو نوشته کرد. اگر در وقت کامپیوتر و گپام نبود آدم حیران میمانه. مثلا فتح الباری که شرح صحیح بخاری است، این کلانترین شرح صحیح بخاری فتح الباری است، این نوشته کرد که حالا این 20 جلد و 30 جلد و هر جای نظر به جلداش فرق میکنه. محققین میگه که نافع ترین شروح بخاری فتح الباری، حتی میگه شرح بخاری دین است با امت محمد. کسی که وفا نکردگی است مگر حافظ ابن حجر، یعنی کسی که بخواه بخاری را صحیح بفهمه فتح الباری را بخونه یا مطالعه کنه، عالم باشه. تهذیب و تهذیب جمع تراجم رجال حدیث، هر حدیث امراویایش شرح زندگیش بیان کرده است، کی است، مقامات و منازلشانه. الاصابه فی تمییز الصحابه یک کتاب دیگهش است که این را به خاطر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله نوشته کرده. یک صحابی را چطور بشناسیم ما و در بین روایات چطور فرق کنیم. بلوغ المرام من ادله الاحکام، این را که حال ما شما میخوانیم. خب کتابای از این یعنی 150 کتاب تالیفات داره که هر کدامش 20 جلد و 30 جلد و 10 جلد و یک اینی تو، یعنی 150 کتاب تالیفات داره که خودش نوشته کرده و اکثرش در تحقیق سنت است، یعنی احادیث از نگاه روایت و درایت. یک فخر بود بر زمانش و یک نشانه ائمه اسلام در وقتش، بسیار یک عالم کلان بوده که الله توسط ازی بسیار شاگردا از پیش ازی فارغ شدگی است. خب یک کمه ما یک ترجمه موجزش بود، یعنی شرح زندگیش. شاگرد ازی علامه سخاوی باز خوب بیان کرده در ارتباط ازی. کتاب الجواهر و الدرر در ترجمه حافظ ابن حجر، یعنی بیوگرافیش را بیان کردگی است. در 28 ذوالحجه سال 852 هجری قمری از دنیا رفتگی است، وفات کرده و در قرافت صغرا در موجه دفن شدگی است، یکی از صحای مصر است. کتاب بلوغ المرام بسیار یک کتاب مفید است، با وجودی که خرد است اما فایدهش بسیار زیاد است. میتونه که مبتدی هم میره بخونه، عالم هم سابق که بود همی شاگردان نو ایره میخواندن و حفظش میکردن و مؤلفش بسیار خوب خدمت ها کردگی. سمی حافظ ابن حجر مرتبه حدیث بیان کرده که صحیح است، حسن است، ضعیف است. دیگه حدیث کوتاه کردگی است، جایی که شاید بوده او را آوردگی است، راویاش که زیاد بوده یکش انتخاب کرده و کوشش کردگی است که حدیث صحیحه بیاید. از کتابایی که کتاب خود گرفته صحیحان، یک بخاری، مسلم، مسند احمد، سنن اربعه یعنی ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجه، این از اینا کتاب خود گرفتگی است و از بعض کتابای دیگه هم استفاده کردگی است و کوشش کرده که احادیث صحیحه را بیاره. ابوابش با ترتیب کتابای فقهی ترتیب دادگی است تا که کسی میخوانه برش آسان باشه.
مثلا کتاب طهارت بازمی تو میره، کتاب صلات و غیره. و در آخرش باز یک بخش دیگه جامع در آداب، یعنی گپ میزنه در بخش آداب که از این طالب العلم و مسلمان ها استفاده بکنن. در ارتباط از بسیار شرحها نوشته شدگی است، اما حدثی که یال در کل جهان اسلام پانتونایش همش این کتاب خوانده میشه، یعنی مدارسش این کتاب الله در این منفعت انده که مردمی را میخوانن و یاد میگیرن، حتی حفظش میکنن. بسیار برشان جالب کتاب است. والله یک کسی که اخلاص داشته باشه بعضی کتاب ها را بخی جهانی میسازه. کتاب ازیام شهرتش جهانی است. در مقدمه خود حافظ ابن حجر میگه که الحمدلله علی نعمه الظاهره. شما کتابتان اگه باش سعی کنین از اینجا شروع کرده. والباطن قدیما و حدیثا و صلاة و سلام علی نبی و رسول محمد و آله و صحبه الذين ساروا في نصرة دینی سیرا حثیثا و على اتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الانبیاء اکرم بهم وارثا و موروثا. الحمدلله یعنی وقتی کتابت شروع میکنی بسم الله الرحمن الرحیم، زیرا قرآن به می شروع شده. الحمدلله میگی زیرا کتاب الله به می شروع شده، نه اقتدا به کتاب الله. الحمدلله میگه تمام صفات الوهیت از برای الله تعالی، نعمه ظاهره به نعمتای ظاهری و الباطنه نعمتای باطنی الله قدیما و حدیث، هم در گذشته هم جدید. و صلات و سلام رحمت الله باد، سلامتی باد به نبی الله و رسولش محمد و آله با آل خانوادهش تا بیدارش و صحبی صحابه الذین ساروا، این تو صحابه که حرکت کردن فی نصرت دینه، در نصرت کمک دین الله سیرا حسیسا، بسیار بسرعت رفتن. واقعا صحابه دین الله را بسیار نصرت کرد. ما شما یک یادم نمیگیریم و علم بان که در تطبیقش کار میکرد. بل تطبیق اسلام اینجا آوردن، در کم وقت امپراتورای دنیا را شکست داد. اونا اصل دین خودان را، اسلام، قرآن، سنت، ایرا اساس کامیابی و سعادت دنیا و آخرت میدانستند و به این باور بودن. بنان الله به اونا بسیار نعمتها را داده بود. و علی اتباعهم الذین ورثوا علمهم، و دیگه سلام و صلات به تابعدارای صحابه که ورثوا علمهم، که به میراث گرفتن علم صحابه را. والعلماء ورثة الانبیاء، علما وارثین انبیاء که علم گرفتن. اکرم بهم وارثا موروثا، الله عزت کنه وارث و موروث. موروث یعنی انبیاء و وارث دیگه علما. اما بعد فازا مختصر، ابن حجر میگه این کتاب مختصر است. یشمل علی اصول ادله الحدیثیه، شامل است، یشتمل شامل است با اصول دلایل حدیث، اصولش بیان کرد. زیاد قواعد کلی را بیان میکنه. للاحکام الشرعیه، به خاطر احکام قوانین شرعی. حررت و تحریر بالغا، میامیر نوشته کردم به یک نوشته بسیار خوب، لیسیر ما یحفظ بین اقرانی نابغه، تا که کسی که را حفظ میکنه در بین دوستاش نابغه شود، یعنی بسیار اسلام رو بفهمه. و استعینوا به طالب المبتدی، میگه ما کتاب نوشته کردیم که کمک بخواه و یاد بگیره طالب مبتدی، کسی که طلب میکنه علم، آغاز کننده نو شروع میکنه. ولا یستغنی عنه الراغب المنتهی، و مستغنی نمیشه، بیاجت نمیشه از این کتاب. راغب المنتهی، کسی که شوق داره، یعنی منتهی که علمش بسیار به درجه کمال هم رسیده، او هم میتونه از استفاده، یعنی بر دو گروه میشه، هم با علما هم برای مبتدیا. وقد بینت عقب کل حدیث ما نخرجه من الائمه، می در عقب هر حدیث ما بیان کردیم کدام امامی که را روایت کردگی است از این ائمه مشهور حدیث. لارادت نصح الامه، تا که نصیحت خیرخواهی بر امت شد. مراد به سبعه میگه، من میگم رواه سبعه، یکم دفعه حدیث نقل میکنه میگه رواه سبعه، روایت کرده 7 محدث. او کی است؟ هر وقت که میگه من سبعه گفتم هدفش احمد، بخاری و مسلم، ابو داود، ابن ماجه، ترمذی، نسائی است. یعنی 6 کتاب حدیث که میگه بخاری، مسلم، ابو داود، ابن ماجه، ترمذی، نسائی. سبعه که گفتیم هفتمش امام احمد ابن حنبل، مسند احمد و داخله. به 6 منادا احمد. وقتی که میگه گفتم که رواه 6 غیر از احمد هدفش می باشد، یعنی غیر از امام احمد بخاری، مسلم، ابو داود، اینا نقل کرده. اگر گفتم بالخمسه، هدف ما که گفتم 5 محدثی را نقل کرده،
هدفش من عدل بخاری و مسلم، غیر از بخاری مسلم، یعنی ابو داود، ترمذی، ابن ماجه، نسائی و دیگه غیر از دیگه خود کی داخل، احمد ابن حنبل. هر وقت که ما گفتم رواه اربعه و احمد، بعضی وقت میگه از خمسه تو میگه، وقد اقول اربعه و احمد، 4 محدث که ابو داود، ترمذی، ابن ماجه، نسائی و احمد میگم، این پنجمش میشه. و بالاربعه هر وقت گفتم 4 محدث روایت کرده کیست؟ من عدا الثلاثه الاول، غیر از موسی اول، یعنی غیر از امام احمد، بخاری، مسلم است، اینی را شامل میشه. بالثلاثه من عداهم عدا الاخیر، بالثلاثه میگه که گفتم 3 نفر غیر از موسی اول و یکیوم از آخر می باشد. متفق علیه که گفتم بخاری، مسلم. گاهی وقت میگه اینا یاد نمیکنم دیگه. بلوغ المرام من ادله الاحکام، واسال الله، یعنی انسان به اهداف خود میرسه، مرام یعنی انسان به اهداف خود میرسانه. میخوای که ادله احکام اسلام یاد بگیری، دلایلش، برهانش، یک کتاب بخوای، به هدفت میرسی. از الله سوال میکنم الله اجعل ما علمنا علینا وبالا، نگردان آنچه که ما یاد گرفتیم وبال، عذاب نشه. علم چطور عذاب میشه که به او عمل نکنی، سرش فکر نکنی، عمل نکنی. از الله میخوایم و یرزقنا العمل بما یرضیه سبحانه و تعالی، و الله به ما نصیب کنه عمل کردن با آنچه که راضی میشود. با دمسر کتاب که است، کتاب خدا گفتیم که به اساس کتابای فقهی کتاب بندی و باب بندی کردگی است. می کتاب الطهاره، کتاب طهاره یعنی این کتاب، این بخش اولی از جلد اولش، خود امی کتاب خدا بخش اولش کتاب طهارت چه قسم طهارت، چی را میگه طهارت، از کدام چیزا، یعنی اول چیزی که سر مسلمان فرض میشه طهارت بکنه. حتی یک کسی مسلمان میشه باید طهارت پاک باشه بدنش، و اگر میخواد ایمان داخل شه ظاهرش هم پاک شه، باطنش، ظاهرش از جنابت و اینا غسل کنه، باطنش از کفر شرک و اینا. به می خاطر طهارت شروع کرده. باب المیاه، باب آبها، یعنی باب اول بخشی کتاب آبها است. خب کتاب چی میگه؟ در لغت مدارش ماده کتابه یا کتبون گرفته شده، جمع، کاف تا با دلالت به جمع میکنه. کتاب میگه به خاطر که حروف و کلمات جملات در جمع شده. ما میگیم این کتاب است، چرا؟ به خاطر که در حروف جمع شده، زیرا کتاب به معنی جمع میاد، حروف جمع شده، کلمات، جملات جمع شده. اینجا کتاب به معنی مکتوب است. کتاب طهارت یعنی نوشته شده هایی که در بخش طهارت، در بخش طهارت و پاکی یک مسلمان است. در اصطلاح چی را میگه؟ ماخوذ علی القرطاس لابلاغ الغیر. اما کتاب اون چیزی را میگه که در ورق نوشته میشه به خاطر رساندن غیر یک موضوع را برسانی، نوشته میکنی. او ماخوذ لحفظ علی النسیان، یا نوشته میشود به خاطر که حفاظت شود نسیان. مثلا اگه میال شما نوشته کنید، نه یادتان نمیره، اگه اینجا یادتان رفت پس که نشته تو سعی میکنی میفهمی. و استعمل العلماء الكتاب فيما يجمع شيئا من الابواب والفصول. میگه علما کتاب دانچه که جمع میکنه چیزی از ابواب و فصول، باب درباره یک بخش، فصل درباره یک بخش، او را کتاب استعمال میکنن. طهارت چی را میگه؟ در لغت نزاهت عن الاغذاء الحسیه والمعنویه، از مرداری ها و نجاست های حسی که به چشم دیده شد، معنوی که به چشم دیده نمیشه. این را میگه، یعنی معنای لغویش آمد. بعضی وقت طهارت استعمال میشه در چیزی که پاک است از نجاست ظاهری، بول و غایط و این چیزا، و بعضی وقت چیزهایی که باطنش پاک است به او طهارت استعمال میشه. شرعاً چرا میگه در شریعت یعنی در اسلام؟ ارتفاع الحدث بالماء و التراب طهورین المباحین و زوال النجاسه. در ارتفاع حدث به آب و خاک، یعنی بیوزوگی را دور بکنی به آب یا خاک که پاک کننده است، مباح است، و دور کردن نجاست. یک کسی بیوزو است، مثلا جنوب است، غسل میکنه، یا بیوزو است، وضو میکنه، جنوب نیست، و یا آب نیست، کت خاک تیمم میزنه. کت خاک تیمم زدن هم انسان باز پسان برتام میگیم چه قسم است، انسان هم جنابتش پاک میشه، هم بیوزوگیش. و زوال النجاسه، یعنی یک بیوزوگی را با آب و خاک و نجاست دور کردن. طهارت به اتفاق مسلمانا وصف القائم بالبدن، دور کردن هم صفتی است که در بدن انسان می باشه. در بدن انسان یک نجاست است، همون نجاست دور شود. حکم ای وصف چی است؟ اگر کسی در وجود از او طهارت نباشد،
یعنی یک چیز نجاست باشه، المنع من الصلات، نماز خوانده نمیتونه، امثال قرآن خوانده نمیتونه. وجه تعبیر در جانب حدث بالارتفاع، میگه گفت که بیوزوگی را بلند کنه. چرا؟ زیرا یک امر معنوی است. بیوزوگی بعضی وقت مثلا میال موضوع نداشته باشم، نه یعنی پاک از ظاهرم، اگر که وضو نداشتم ولی که وضو کردم اونمو ناپاکی معنوی که به چشم دیده نمیشه دور میشه. وجه تعبیر به ازاله در نجاست چیست؟ میگه نجاست زائل شود، زیرا او جرم حسی است، یعنی به چشم دیده میشه و دور شود. هرچه بیوزوگی که هستی دیده نمیشه، ارتفاع یعنی بلند شدن بیوزوگی. و ازاله نمی باشه مگر در اجرام، یعنی چیزی که جرم داره و ماده داره به چشم دیده میشه. باب در لغت که میگه باب المیاه، باب چرا میگه؟ المدخل الی شیء، داخل شدن در چیز، همون چیزی که سبب دخول میشه. دروازه را باز کردی داخل میشه. در اصطلاح اسم است برای جمله که مناسب به علم می باشه. باب امو یک چیزی را میگه که در تحت از دیگه فصول است، یعنی یک مبحث کلان میگه که در تحت از دیگه مباحث کوچک است که برای فصل میگه، مثل فصل اول و فصل دو و مسائل دو می باشه. باب میاه گفت، میاه که است این جمع ما است. عرب ها آبها، ما و شما آبها میگیم، او میاه میگن. ما و شما آب میگیم، عرب ها ما میگن. ما منزل من السماء ماء طهورا، الله در قرآن میگه ما نازل میکنیم، پایین میکنیم از طرف آسمان یا از ابرها آب پاک کننده. میاه جمع ما چیز؟ مایه مشهور، اما مایه که ما شما می نوشیم و در دیگ استفاده میکنیم، وضو میکنیم، غسل میکنیم. و یترکب کیمیایی من غاز هیدروژن و غاز اکسیژن، از نگاه کیمیایی میگه مرکب است از گاز هیدروژن و گاز اکسیژن. مصادرش از کجا آب به دست میاریم؟ که آب باران است زیاد، اصل منبعش خب باران است. زیرا اگر باران نباشه با ناب چاه است، ناب بحر است، ناب چشمه است، ناب نهر، هیچ آب وجود نه. همین باران است که الله میگه انزلنا من السماء ماء فاسقیناکموه، یا الله میگه ما را خزانه میکنیم. در دیگه آیات ها میگه ولی ینابی یعنی چشمه ها، کاریز ها، عیون چشمه ها، بحیرات، بحرها، نهرها، دریاها. خب اینجا باز مصنف یعنی ابن حجر به طهارت شروع کردگی. چرا گفت که آغاز به طهارت کردگی است؟ به خاطر که می در احادیث به مسلم ثابت است رسول الله صلی الله علیه وسلم در بیان شعائر اسلام اول به نماز شروع کرد. در اعمال مثلا می بنی الاسلام علی خمس، اسلام به 5 بنا شده: شهادت لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، اقامت الصلاه، یعنی بعد از عقیده قائم کردن نماز. و نماز که است باز بدون پاکی نمیشه. زکات، روزه، حج، مثل که در حدیثی که امام ترمذی، امام ابو داود، احمد، ابن ماجه نقل میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که مفتاح الصلاه الطهور، یا ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود مفتاح الصلاه الطهور، کلی نماز پاکی است. اگر میخواهی در نماز داخل شوی، مثل که دروازه رو باز کردن نمیتونی بدون قلف است، نه نماز قلف بسته بدون کلی. همین تو کلی نماز چی؟ طهارت. تا طهارت نکنی نماز خوانده نمیتونی. مفتاح کلی چیز شانش تقدیمه، اول باید تو پیش شوه با اون چیزی را که واز میکنی. به می خاطر است که اینجا مناسب بود که آغاز با طهارت کرد، زیرا طهارت از بیوزگی، خباثت از جمله شروط نماز. شرط یک چیز پیش از چیز می باشه. مثل که یک کسی میخواد خانه داخل شه و قلب باشه، کلی باید باشه و واز کنه دروازه را، غیر از اون نمیتونه. و الله در قرآن میگه لیطهرکم بی، الله میخواد که شما را پاک بکند به می آب باران. اون آب باران پاک کننده است. و رواه المسلم، امام مسلم در حدیث شماره 223 نقل میکنه از ابی مالک اشعری قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله فرمود الطهور شطر الایمان، طهور پاکی یک بخش از ایمان. مسلمان باید خوب پاک باشه، همیشه چقدر که میتونه پاک باشه. طهارت هم که از با 4 مرتبه دارد، لها 4 مراتب. اولش تطهیر ظاهر من الاحداث و الانجاس، ظاهرت از بیوزگی و نجاست پاک کنی. نجاست در بدن تا، در لباس تا، بول از غایت است، یا چیزی بویناک هر چی که است. دوم تطهیر الجوارح من الجرائم و الآثام، دست و پای و چشم گوشت از جرم، جنایت، گناه پاک کنی. دوم یعنی اسلام از ما و شما طهارت کامل میخواد، اینکه ظاهر ما پاک باشه و دیگه دست و پای و اعضای ما از جرم،
جنایت، گناه ها پاک باش، گناه نکن. جور هر گناه که یک نجاست است. مثل که شرک الله میگه انما المشرکون نجسون، نه فاجتنبوا الرجس من الاوثان. شرک پلیتی گفته الله، پلیتی است، گناه ها میتونه. سوم تطهیر القلب من الاخلاق المذمومه، پاک کردن قلب از اخلاق بد. اخلاق بد، دو دشنام، بدخلقی، می بسیار است دیگه، زیاد، دروغ، خیانت، یعنی از اخلاق بد قلب تا پاک. و چهارم چیست؟ چهارمین مرتبه طهارت تطهیر السر اما سوى الله، راز تا باطن تا از ما سوای الله پاک کنی. این بسیار مهم، یعنی انسان این بخش عقیده است دیگه، با هیچ کس اعتماد نداشته باشه. و اعتمادی که با الله داره و خوف و ترسی که از الله داره به هیچ کس نداشته، امیدی که به الله داره به هیچ کس نداشته، و محبتی که به الله داره، یعنی همیشه توجهش به الله باشه و اعتمادش به خالقش باشه، به مخلوق نی. ما شما اگر به اسباب زیاد اعتماد کنیم از الله کنه، باز الله ما را به اسباب میسپاره، باز و اسباب نمیتونه ما را نجات بده، اسباب ظاهری. اما اگر به الله اعتماد کردیم، اسلام میگه که اعتمادت فقط به الله باشه، اسباب که الله گفته استعمال کو او را استعمال کن، ولی اعتماد به سبب نکنی که این سبب مرا نجات میده. مثلا تو میخوای بری در مزار بری یا در قندوز بری یا قندار بری، چه قسم میری؟ سببش یا وسیلش موتر است. تو نگو که موتر مرا میرسانه، رساندن کی میکنه؟ الله. با الله اعتماد کو، او یک سبب است. اگر الله خواست دمو سبب تاثیر میپرده، نخواست نه. یا در یک جای مثلا مقرر شدی، وظیفه گرفتی، اینجاست یا در اداره، نگو که اینمی نان اومده اینمی اداره است، دینمی وظیفه است، دینمی شرکت است، دینمی دکان است. اگر می دکان دست دادم خلاص هستم؟ نه. رزق کی میته؟ الله. در هر جایی که باشی میته، او یک سبب است، او یک سبب ظاهری. انسان عقیدش به این درجه. و این غایت القصوى لمن قویت بصیرته فسمت الی هذا المطلوب. میگه این نهایت درجه کسی است که بصیرتش، علمش، فهمش بالا می باشه، به این مطلوب، به این هدف میرسه. و کسی که واقعا عمیت، بصیرتش، دیدش، فهمش کور باشه، لم یفهم مراتب طهاره، مراتب طهارت نمیفهمه مگر مرتبه اولش میفهمه که فقط ظاهرت پاک باشه. مثل کافرها که کوشش میکنن که ظاهر خدا نه پاک کنن، بعضش و بعد مردار داره. اصل طهارت است که با آب می باشه، به خاطر که احسن المذیبات، یعنی خوب همین نجاست دور میکنه. کل مواد تذوب فيه، دیگه مواد دی ذوب میشه، این نجاست ها دی. و قوت تطهیر ترجو الى بقای علی خلقت الاصلی، قوتش بسیار قوی است که پاکی ازی بقایش به خلقت اصلی. خلقت اصلی چیست که هر چیز پاک میکنه. فإنه اذا خلط ما غیر مسما ضعفت قوت و ازالت و تد. اگر خلطش کنی دیگه چیزایی که غیر از آب است دی پرتی، باز قوه ازالش از بین میره. اما اگر جاری باشه هیچ نجاست نمیمانه، نجاست از بین میبره. سیلانش همی شدتش نجاست ها را از بین میبره. خب ای خو کتاب المیاه یعنی گفت که طهارت ما شما میاه آب چی را میاد مراتب طهارت. ولی یک حدیث میخوانیم انشاءالله اگر وقت بود، یک حدیث دیگه میخوانیم. اولین حدیثی کتاب چیست؟ نبی هریره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی البحر هو الطهور ماؤه الحل میتته اخرجه الاربعه و ابن ابي شيبه واللفظ له وصححه ابن خزیمه و ترمذی و رواه مالک و شافعی و احمد. سعی کنین یک حدیث بیان کرد، باز این خوبی این کتابی است که باز کی این حدیث نقل کرده است، وسعتش هم بیان میکنه. ابو هریره رضی الله عنه یک راوی حدیث است و بسیار مشهور است. این فرماید که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، می فرمود رسول الله صلی الله علیه وسلم در ارتباط فی البحر، در ارتباط آب بحر از پیامبر سوال کردند که می آب بحر پاک میکنه یعنی چون که نمکی و ایگه پاس وضو کنیم دیگه کنیم. قال می پیامبر سلام گفت که هو طهور ما هو می بحر الطهور بسیار پاک کننده است، ما او آبش، نجاست و بیوزگی همه چیز پاک میکنه. الحل میتتو. اگر این وطنا از این سوال کردن که آب بحر چطور است، ما که در بحر میریم اگر که آب شیرین کم میباشه، ایرا اگر وضو کنیم غسل کنیم باز بر نوشیدن چیز نمیمانه. پیامبر گفت پاک میکنه آب بحر.
و الحل میتت. دید که یا در بحر سفر داشتن، مردم های کشتی بوده و در کشتی ها سفر میکردن، اونجا گشنم میشه، خوراکه داره، مایی داره. پیامبر صلی گفت که الحل میتت، میته خود مرده از او حلال، یعنی آنچه که در بحر مردگی است ذبح نمیشه او هم حلال است. اخرج الاربع میگه 4 امام محدثی را نقل کرده است. اربعه که گفتیم یعنی ابو داود، ترمذی، ابن ماجه، نسائی قبلا گفتیم، و ابن ابی شیبه یک محدث دیگه است. و لفظ لفظ میگه از ابن شیبه است، همین لفظ. یه حدیث یعنی با چندین لفظ آمد. و صححه ابن خزیمه یک محدث دیگه است، میگه تصحیح کرده است. و ترمذی، امام ترمذی هم میگه حدیث صحیحه. رواه مالک، امام مالک که در مذاهب مشهور نه، مالکی ها که میگن. و امام شافعی، مالک در معطا، شافعی در کتاب خود، و احمد ابن حنبل، یا احمد در مسند خود، و یعنی یا میره تصحیح کرده گیستن و صحیح گفته گیستن. ابو داود شماره حدیث 86، ترمذی 69، نسائی 59، همین تو هر کدام میشن درجه حدیث صحیح است. امام ترمذی میگه هذا حدیث حسن صحیح، یعنی با یک روایت حسن به دیگه صحیح. سألت عنه البخاری، امام ترمذی میگه من درباره این حدیث از امام بخاری سوال کردم، امام بخاری هر حدیث میفهمید الحمدلله که صحیح چطور. فقال گفت صحیح، یعنی حدیث صحیح. وقال الزرقانی میگه در شرح معطا هذا الحدیث اصل من اصول الاسلام، یک اصل از اصول اسلام، یعنی یک زیر بنا یا قاعده کلی از قواعد اسلام است. تلقته الامه بالقبول، کل امت ایره قبول کرده است، مسلمانای حدیث. و قد صحوا جماعت، بعضی میگه بصیحتش تصریح کرده یک جماعت محدثین، منهم بخاری، حاکم، ابن حبان، ابن منذر، طحاوی، بغوی. طحاوی از جمله علمای حنفی است. بغوی، خطابی، ابن خزیمه، دارقطنی، ابن حزم، ابن تیمیه، ابن دقیق، ابن کثیر، ابن حجر و غیر ممن یزید علی 36 امام، یعنی 36 امام میگه که حدیث صحیح است. مفردات حدیث، ما در حدیث چند گپ بیان میکنیم. یکی هر فرد از لغتش باز از نگاه گرامر عربیش، و یعنی باز اختلاف علما که چی میگن، مذاهب چی میگه در این بخش، انشاءالله یک ذره خوبتر و ما یک شرح رم برش انتخاب کنیم. بحر چی را میگه؟ خلاف البر، یکی خشک است، یکی مثل که در قرآن میانه ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا فی البر والبحر. ما یارا بر خشکر میگن، بحر میگن فعلا می ساینسدانا یا که میگن نه، زمین میگن 2/3 آب است، 1/3 خشک است، یعنی 2/3 بحر است کره زمین. و هو المساحات الشاسعه من الماء المالح، میگه مساحات شاسعه، امو ساحای دور است که آب نمکی می باشه. بحر چی میگه؟ مکانای دوری که از آبش نمکی است. خب بحر با یک آب دو نوع بحر، یکی بحر شیرین است، یکی بحر نمکی است، بسیار نمکش تیز است. مثل که الله میگه مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، در بین از یک پرده است که یکی دیگهش تجاوز نمیکنه. و همین قسم یک آیت دیگه هم در سوره فرقان، یجمع ولا ابحر، میگه بحر جمعش ابحر، میگه ابحر بحرها و بحار، بحور. یکی بحر است، یکی دریا. دریا که است اینی تو روانه، بحر که است آبش استاد است کلانه. میگه سمیه بحرن، چرا میگه بحر؟ میگه لعمقی، بسیار عمیقه، 1000 متر، 2000 متر، بعضی وقت 500 متر، و اتساعی دیگه بسیار کلانه. و فکر کو که 2/3 کره زمین بحر است، نه چقدر کلان، یعنی از خود خشکش کرده آب زیاد. میگه پیامبر هم گفت که در فی البحر، درباره بحر معرفی، هو الطهور، طهور با فتح تایم الطهور المشدده من صيغه المبالغه، یه صیغه یعنی خوب پاک کننده، مبالغه کرد پیامبر اسم للماء الطاهر، نام است برای امو آبی که پاک کس به ذاتی، المطهر لغیری، خودش پاک است دیگه چیز پاک میکنه. واللام لیست للقصر، میگه لام برای قصر نیست، که هو الطهور، که یعنی هو الطهور یعنی فقط. اینجا قانون در گرامر عربی است که مبتدا هو مبتدا، الطهور خبرش، یک خبر ما دیگه، ولی مبتدا و خبر که معرفه باشه مفید حصر خبر در مبتدا میشه، با معنای تو میشه که یعنی فقط بحر پاک کننده است دیگه چیز نه. یعنی بعضی وقت مبتدا و خبر یکی دیگهش منحصر است که معرفه بیاید، بعضی وقت نمی باشه. اینجا تو نیست،
این برای قصر نیست، یعنی الف لامش. فلا ینفی طهوریت غیری لوقوعه، جواب سوال. این هدفش این نیست که غیرش منفی کنه. مثلا پیامبر صلی الله علیه و که فقط آب بحر پاک میکنه، آب چاه و آب دریا و آب نهر یا پاک نمیکنه. این چون که در این بخش سوال شد، پیامبر صلی الله علیه و که هو الطهوری، بسیار یعنی پاک کننده است. و ماءه آب ازی این فاعل میشه بر طهور. هو الطهور، این بحر طهور و پاک کننده است. چی؟ ماءه آب می بحر، ضمیر راجع به سوی بحر است. ماءه که گفتیم. خب بعد از او چی گفت که ماء بحر هوا املاح معدنیه عدیده. آب بحر میگه تو شامل است نمکیست معدنی بسیار مختلفه. محلول الاملاح فيه موصل کهربایی. حتی اینقدر میگه این نمک یا داره که برقم تولید میکنه، یکون اکبر نسبت مواد ذاتیه فیم. بسیار مواد ذاتی داره در آب بحر و می خاطر میگه یکون اقدر من غیر علی ازاله النجاسات و رفع، یعنی از دیگه چیزا که خوب نجاسات گم میکنه. یک آب نمکی یعنی مثلا یکم تا که گلوندر میشه میگه نمک پرتونی، این نجاسات ها رو زیاد گم میکنه. و قدرت الله هم است که در بحر امی آب نمکی است، اگه چیز میموره بوی نمیگیره. اگه این مایاوی نیانگا و یا که میموره بسیار چیزا میموره بوی میگیره. یکی از بویش ما شما زندگی نمیتون. الله ایره میتونه نمکی جور کرده که بوی گپایش از بین میبره. و نجاست بی وضو گیره. ولله فی خلق اسرار، میگه الله در پیدایشش بسیار رازها داره که نمک دایی انداختگی است. مثل که در قرآن میگه که والذی جعل البحرین هذا ملح اجاز و هذا عذب فرات، یعنی یکی شیرین دیگهش بسیار نمکی است. الحل پیامبر صلی الله گفت که هو الطهور ماء، بحر پاک کننده است آبش. الحل میتته، حلال است خود مرده است، یعنی آنچه که در بحر میمره ذبح نمیشه حلال. در بحر خو نیست، در بحر یعنی در خشکه اگر گاو بمره خودش و حرام، اگر در بحر بود و حلال. ای تو گفت حل چی را میگه؟ میگه بکسر الهای تجدید اللام وصف من حل یحلو من باب ضرب یضربو ضد حرمه. حلو یعنی حلال به معنای حلال، مثل در روایت دار قدری آمدگی است. الحلال میتتو، میته به فتح میم، امو حیوانی را میگه که زکات شرعی به او نرسه. معلم تلحق زکات شرعی. زکات شرعی چی را میگه؟ که ذبح کنی، این بین گلون که کار دکش کنی، این دو رگا زده شود خطی مرای خلاص مخون اضافه میره، گوسفند باشه گاو باشه شتر ذبح میشنی. در اینجا کس یعنی که میته باشه چی را میگه؟ حرمت علیکم المیته. نه در قرآن شما خواندید او که ذبح نشه، مثلا گوسفند خودش بمره، یک گاو خودش بمره، یک مرغ هیچ ذبح نشه خودش بمره، این را میته میگن. و به کسرها میته یعنی میته که است. الهیئه کالجلسه، میگه شکل میگه مثل جلسه. مرادش در اول است که میته یعنی خود مردیش. میتته فاعل للحل، الحل میتته، الحل این فعل میشه مصدر است، میتته فاعلش میشه. الحل حلال است، میتته خود مردی بحر، یعنی در بحر کدام حیوان که خودش میمره و حلال، حاجتی نیست که ذبحش کنی. مثلا گاو بحری است خودش مرد حلال، گوسفند بحری است. مراد اینجا چی است؟ هدف در این حدیث ها اونا ما مات فی من دوابی، یعنی کدام حیوانایی که در بحر زندگی میکنن خودشان میمرن. مما لا یعیش الا فیه، از امو حیوانایی که زندگی نمیکنن مگر در بحر، یعنی اگر بحر بکشش میمرن، فقط در بحر زندگی میکنه. اینی هدفش است. لا ما مات فی مطلقا، نیتونه که هر حیوانی که اینجا میمره و نمو حیوانی که در غیر در بحر در خشک زندگی کردن نمید، اگر اموجا میمره حلال است. و مردیش چطوره؟ مثلا این تو در سر آب میایه، در کشتی روانه، در سر با در کشتی بالایش که خلاص اون گوشتش هست دیگه، کار ده بگی و پخته کرده برو خورده برو. خب اگر که در این بخش این زر اختلافات هست براتون میگم که کدام چیزایش حلال است کدامش نیست. از این حدیث چی فهمیده میشه؟ میگه ما یؤخذ من الحدیث، از این حدیث حال ترجمه تحت لفظی شما فهمیدین که هو میگه در بالی بحر سوال شد، پیامبر هم گفت که هو الطهور ماؤه، آبش خوب پاک کننده است. الحل میتته، و حلال است خود مرده ازی، یعنی حیوانی که دایی میمره. و گفتیم که هدف از او حیوانی است که مگر در بحر زندگی کرده باشه. امام شافعی رحمه الله میگه هذا الحدیث نصف علم الطهاره، این حدیث میگه نصف علم طهارت،
یعنی کسی میخواد علم طهارت بفهم. ابن ملقن این میگه هذا الحديث حدیث عظیم، یه حدیث بزرگ است و اصل من اصول الطهاره، یا قاعده کلی است اصول طهارت، مشتمل على احکام کثیره، بسیار احکام میگه داخل شده و قواعد مهمه، بسیار قاعده های کلی است که از بسیار جزئیات بیرون میشه. یکی دومی که در این حدیث طهوریت آب بحر فهمیده شد که آب بحر پاک است و پاک کننده است، خودش هم پاک است دیگه چیزا، یعنی اگه در بدنت بیفته غسل کنی نجس نه و بدن تام پاک میکنه، جنابت باشه، کالا میشه، هر چی که باشه. و به قال جمیع العلماء، تمام علما ما مجتهدین به اتفاق دارند. سوم موضوع در حدیث فهمیده میشه که ان ماء البحر يرفع الحدث الاکبر والاصغر، آب بحر بی وضوگی کلانه، جنابت هم از بین میبره، اصغر کوچک که بیوزوش ایرام از بین میبره. و یزول نجاست الطاری علی محل طاهر، نجاستی که عارض میشه در محل پاک، بدن او را از بین میبره، بدن باشه، لباس باشه، کالا یک زمین باشه، مثلا چوب باشه، کشتی باشه، غیر ذلك، آب بحر یعنی همه چیزا پاک میکنه. دیگه چهارم مسئله فهمیده میشه که ان الماء اذا تغير طعم و لون و ريح بشيء طاهر فهو باق على طهوريته ما دام ماء باقی على حقیقته ولو اشتدت ملوحته و حرارته و بروده. میگه از این فهمیده میشه که یک آب وقتی که تغییر بخوره طعمش، آب سه خصوصیت داره، مزه داره، رنگ داره، بوی داره. اگر آب میگه مزهش تغییر بخوره یا رنگش تغییر بخوره یا بویش، به یک چیز پاک، به یک چیز پاک، حالی نمیاد بحرام ببینیم مزهش مثلا خراب است، تلخ، خب تغییر خوردگی است. خب به چی تغییر خورده؟ به چیز پاک که نمک است، نه به چیز پاک تغییر بخوره یا رنگش بعضی وقت رنگش تغییر میخوره یا بویش تغییر بخوره، فهو باقی علی طهوریتی، این با پاکیش باقی میمون. هر آب که دو چیز پاک پرتی تغییر بخوره باقی میمون. از این فهمیده شد مادام مان باقیان علی، تا که آب باشه، یعنی این تو نه که سخت شوه، همو سلیانش، همو جریانش، همو خاصیتش باقی بانه با حالت خود. یک چیزی را که اگه دو انداختی رنگش تغییر داد، مزهش تغییر داد، چیز پاک پرتی، یه از حالت پاک بودنش تغییر نمیخوره. ولو اشتدت ملوحته، اگر که میگم نمکیش بسیار شدید باشه، خوب شور باشه، یا حرارتش گرمیش یا سردیش یا امثال از. چهارم پنجم موضوع را از حدیثی فهمیده میشه که علی انه لا یجب حمل الماء الکافی للطهاره مع القدره علی حمله لانهم اخبروا انهم يحملون القليل من الماء. میازی فهمیده میشه که واجب نیست حمل کردن آب کافی برای خاطر طهارت با امرای قدرت به حملش. یعنی سعی کنین این صحابه در کشتی میرفت و قاب نداشتن که وضو کنن و غسل کنن، همه قاب گرفته بودن که بنوشن، سوال کردن. یعنی ازی فهمیده میشه که انسان سفر میکنه، سرش فرض نیست که باید آب وضو خودم بگیره به خاطر نماز، این فرض نیست، نه در کشتی نه در طیاره نه در، اما به اندازه خوراک اگر جا پیدا شد وضو میکنه، نشد چی میکنه؟ تیمم میزنه. این میگه این فهمیده شد، به خاطر که صحابه گفتن که ما آب ما کم است، میگه با پیامبر خبر دادن که آب کم داریم ما. و پیامبر گفت طهور ماؤه، تعریفش به الف لام کرده است، الطهور. میگه لا الف لام خو مفید حصر میشه، اما اینجا او گپ نیست، اینجا تو نیست که فقط آب بحر پاک کننده باشه، به خاطر که جواب سوال از آب بحر شدگی است و این خاص شدگی است با نصوص دیگه که دیگه چیزا هم هست که پاک میکنه. هفتم موضوع فهمیده میشه که از این حدیث که میتی حیوان بحر خود مردیش حلاله، همین حیوانایی که در بحر است و مراد با میتی از چیز ما مات فی من دوابی، اما حیوانایی که دیگه از میمرن مما لا یعیش الا فیه، از اون حیوانایی که زندگی نکنن مگر در آب، و از اون جمله اگر میمره هیچ حرام نیست، حاجت ذبح. مثلا گوسفند در اونجا، در گوسفند داره، گاو داره و آهو داره، دیگه بسیار چیزا در بحر، اگر خودش هم میمره حلال است، زیرا این مثل گوسفند نیست که در خشکه باشه، در خشکه اگر خودش بمره حرامه تا که ذبح نکنه، این طور نیست. و هشتمی فهمیده میشه که یجب یکون الماء رافع للحدث والمزیل للخبث ماء مطهر. از این فهمیده میشه که واجب است آبی که بی وضوگی را میخوای دور بکنی توسط از اون وضو کنی یا خباثت و نجاست دور کنی، آب پاک کننده باشه. چرا؟ به خاطر که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه، دلیلش بیان کرد که بجواز الوضوء منه یکون طهورا، یعنی وضو جایز است و انسان پاک میکنه. نومی را فهمیده میشه از این حدیث که جواز رکوب البحر، یعنی انسان میتونه که در بحر بره و حرکت در کشتی سفر کنه،
سوار شو لغیر حج و عمرت و جهاد، غیر از حج غیر از عمره دیگه خو میری به سفر حج عمره جهاد دیگه هم میتونی بر تجارت بری، بر سیاحت بری. دوم فضیلت و زیادت در فتوا علی سوال، یعنی کسی واصل سوال کردن درباره آب از حیواناش پرسان نکردن چطوره، ولی تو میبینی که یک انسان که میره این سوال هم برش پیدا میشه، با تو زیادتر جواب بده. و رسول الله صلی الله علیه و امی خصوصیت و بلاغت فصاحتش بود که حالت امو سائل میدید سوال کننده را که سوال میکنه ای بخشه و ای خود بحر میره، ای سوال دیگه هم برش پیدا میشه کنجا گشنه میشه و بعضی حیوانایش خود مرده است از استفاده کنه نکنه. یعنی فضیلت زیادت در فتوا با سوال. یک کسی یک سوال کرد تو میتونی که چند جواب برش بدی، و سوالای دیگه هم که نکرده دو بخشم برش معلومات بدی. و ذلك اذا ظن المفتي، وقتی که مفتی میگمان میکنه که سائل قد یجهل هذا الحكم، شاید این حکم نفهمه، میتونه که برش بگوید. یا ای که انه قد یبتلا به، دا آینده مبتلا میشه به این مشکل روبرو میشه و عالم نیست که برش جواب بگوید. کما فی میتت حیوان البحر لراکبی، کسی مثلا سر کشتی روانه به حیوانات بحر ضرورت پیدا میشه. ابن عربی میگه، ابن العربی امام مالکی عالم مالکی است و تفسیر احکام القرآن هم داره، میگه ذلك من محاسن الفتوا، این از زیبایی های فتوا است. و سوال کردن پیامبر هم جواب داد، نه مفتی فتوا داد. ایو جاء فی الجواب، این که بیاد جواب اکثر مما سئل عنه، زیادتر از آنچه که سوال شده جواب بده. تتمیما للفایده، تک فایدهش کامل شه، و افادتا للعلم من غیر مسئول عنه، علمی که از او سوال نشده اورم بر مردم برسانه. و یتأکد ذلك عند ظهور الحاجه الى الحكم، و تاکید وقت میشه که حاجت به حکم پیدا شه، مثل که اینجا ولا یعد ذلك تکلفا مما لا، میگه تکلف فهمیده نمیشه، ایره تکلف گفته نمیتونیم که قصد مما لا یعنی گپ بیهوده گفته. خب اینال ای خو ما شما در حدیث فوایدش فهمیدیم، اما یک گپ در اینجا میشه سوال پیدا میشه که می دیگه گپایش خو کلی قبول داره، می حیوانایی که در بحر در مار و ماس و حتی خنزیر هم در می بحر است، یعنی خنزیر خوک در میگرده اونجا، اسب است، بسیار چیزا هست، در مار است، اژدار است، بسیار خطرناک، هیچ در موج زندگی میکنه. امیا کلش خورده شه، از یار پیامبر هم گفت خود مردهش حلال است. از این حدیثی فهمیده میشه که خود مردهش هم چی است؟ حلال است. و دیگه خو ماییش خو هر چیزی که در میموره مایی خو دو گپی نیست. سعی کنین اینجا علما محدثین مجتهدین اختلاف نظر دارن و ما این را بیان میکنیم، نظر راجع را میگیم و کسی که ما جنگ و دوام نکنه و دلایل هم اینجا است و نظر خود ما نیست، من فقط ترجمه میدم. امام ابو حنیفه رحمه الله میگه الی اباحه سمک بجمیع انواعی، میگه تماما انواع ماهی باب کلش مباح است. ده اینجا هر قسمی که ماهی باشه حلال است. و حرم ما عدا، ما سوایزی میگه حرام است. امام ابو حنیفه تحریم کرد، میگه حرام. غیر از ماهی مثلا اگر سگ بحری باشه، دیگه مثلا مار باشه، اژدار باشه، تمساح، دیگه مثل کلب ما، سگ ما، خنزیرش میگه حرام است. ثعبان، مار و اژدار و گپاش اینا میگه حرام. و غیر مما ولا صورت حیوان البری، مثل صورت حیوان مثلا گوسفندش باشه، گوش باشه، شترش باشه، به این صورت حیوانای خشکه باشه حرام است کلش. فإنه لا يحل عنده، بس به نزد میگه حلال نیست. و ذهب الامام احمد فی المشهور، یعنی دماییان با یک نوشه هم حرام میدانه. می تافی همی که میگه سرگردان مرده میگرده، تافی که است میگه یکی خودش مرده تازه ای تو بسیار وقت درش دیر شده، میگه میشه این مضر باشه و چی باشه، این را استفاده نکن. تافی همی تو یک نفر که بمره در سر عوض این تو چی میمانه نی بالا، این ماهی هم که مرده همی تو سر عوض چرخک میزنه، میام میگه حلال نیست. امام احمد در مشهور از مذهبش میگه، احمد ابن حنبل که محدث است و فقیه است، میگه الی اباحه حیوان البحر کلی، مشهور دو قول داره، مشهورش میست که تماما حیوانایش حلال است. تماما حیوانایی که خنزیر است، هر چی که خودش میمره هیچ حاجت نیست، هر چی که در بحر است استفاده کن. غیر از میگه عدد زفده و الحیه و تمساح، غیر از زفده یعنی امی کربقه میگن، چی میگه اینی کربقه نه دی خوشکم که هست نه، خیستک میزنه، خیز میزنه. و حیه مار و تمساح که اون دندان بسیار دان خدای این قواز میکن.
فالزفده و الحیه من المستخبصات. چرا؟ خب این میگه زفده و حیه که است یعنی از مستخبص خبیث است. میگه فکر میکنه که شاید به انسان ضرر برسانه، اگه ایره بخوره ما را میگه زهر نداشته باشه. هرچه تمساح که است، تمساح زوناب یفترس به، این صاحب اشک است یعنی که پاره میکنه انسان. و مثل که میگه دخشکه پلنگ و سگ حرام است به خاطر که دندانش پاره میکنه به این خاطر. خب این گفت که کلش امی سه چیزا جدا کرده. امامان این خود در مذهب مشهورش دیگه روایتش است که کلش یا ملال است دیگهش گفت. امامان دو امام دیگه، امام مالک شافعی چی میگه؟ الی اباحت جمیع ایوان البحر بلا استثناء، بدون استثناء کلش میگه حلاله. این اینجا سه امام یک جای شد که احمد ابن حنبل او یک چند تا را مستثنا کرد، تمساح و دوام در یک روایتش، یعنی تمام اگه خنزیر است اگر چی که است کلش حلال. دلایلشان چیز؟ دلایل اینا دلایلشان بسیار قوی است. یک دلیل است که احل لکم صید البحر و طعامه متاع لکم وللسیاره، آیت قرآن. الله میگه احل حلال کرده شده، سورة مائده، لکم از برای شما مسلمانا، صید البحر شکار حیوانات بحر، احل لکم صید البحر و طعامه متاع لکم، و طعام و غذایش منفعت است بر شما، وللسیاره و بر قافله کسایی که سفر میکنه. اینال طعام عبدالله بن عباس میگه که همین خود مردهش میگه، صید زندهش میگه، زندهش که میگرده شکار میکنی میگیری، و مردهش که هست اونم طعامش خود مرده را میگه، خودش میمره. صید در اینجا مسید شکار میشه. این خو آیت قرآن، یعنی در آیت قرآن گفت که احل لکم صید البحر شکار و طعامو خود مردهش متاع لکم وللسیاره. و در حدیث هم که پیامبر صلی چی گفت؟ هو طهور ماءه و الحل میتته، این چه خسریه میته گفته، میته بحر، نه که خود مرده، نگفته که میته مایی باشه، مایی را نگفته، نه عام گفته، هر چیزی که میمرد این بحر مطلقاً بیان کرده، خاصش که میکنین دلیل میخواد. و دیگه حدیث است پیامبر صلی میفرماید احلت لنا میتتان الجراد و الحوت، می حلال شد بر ما دو نوع مرده، جراد و حوت، یعنی ملخ خودش میمره، ملخ های کلان است در کشورهای عربی و اگر واجد ذبح نیست، اگر زنده بود ذبح میکنیم. دیگه حوت مایی، یعنی اگر مایی خودش میمره حلال است. ابن ماجه روایت کرده حوت سمک میگه. اینا ما جاء فی حدیث الباب الحل میتته، دیگه حدیث باب آمد که الحل میتته یا آمدگیست. پس هذا والارجح میگه راجح اینمی است که یوم ترجمه تمام میره قبول کردیم که هر چیزی که دو است میموره حلال است، مگر اینکه او سرش وقت دیر شده باشه، نجس شده باشه و زهرآلود، او گپش جداست. اما چیزی که در بحر است حلال، تا خنزیر باشه، هر چی که باشه. اگر شما بگوین که هیچ قسم خنزیر حلال بگوین، علما مبدئی بار بسیار تحقیق کردم، ماوردی و ابن عطیه و غیره بسیار گپا زدن، میسای کنین دمی خشکه، اگر شما بگوین که این خنزیر است، این خنزیر نمیخوری او را میخوری، او میگه نه، ما شما یک چیز دیگه است دمی خشکه، یک شکل است، یک نوش میخوریم دیگه شنی، مثلا خر، یکی خر اهلی است، یکی خر وحشی، چهره و کارش و بارش و خوراکش همش یک چیز. ولی خر اهلی را نمیخوریم، خر وحشی را میخوریم. کورا گورا خر یک چیز دیگه نه، این چیزه. چرا؟ پیامبر هم گفته که او حلال است، این نیست. یعنی خوراکشون یک چیز، لاشخوری هم نیست و هم نیست، کل کارشون یک قسم. ولی اهلی، چون که پیامبر هم عمر اهلی را تحریم کرد، یعنی سابق امور هم میخوردن. در جنگ خیبر پیامبر صلی اعلان کرد که نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الحمر الاهلیه، منع کرد رسول الله صلی الله از خرهای اهلی که در خانه یا می باشه. حکمتش الله میفهمه، شاید سواره ببره چی هر چی که باشه، اما اونوش میخوریم. اینجا هم که است اینمی خنزیری که در بیرون است حرام، و این خنزیری که در بحر حلال، زیر اسلام حلالش کرده. و او چیز نیست، او چیزی که در بیرون است، او فرق میکنه آب دیگه، یا مارش است یا دیگهش است یا دیگهش است. حتی اینمی زفدهش که است، حییش، تمسایش، یک مفترس است، خوب در بیرون است. این داخل بحر که است، بحریش جداست، یکی بری است، تمسای بری نه، او جایز نیست بیرون. هرچی در داخل آب است، یکی بیرون بکشیش میمره، یا 5 ساعت بعد یا اینا میتونه زنده، او حلال است.
او فرق میکنه. تمسایی که در بحر است دیگه در او چیزاست که بسیار چیزای قوی است که این مردم های ما شما مثلا که در این بخش است، مثلا کسی که حنفی خدا میگیره امام ابو حنیفه نظر به او، ولی ما که دلایل هم دیدیم این طرف دلایل قوی هم است. نظر به دلایل در بحر که رفتین بسیار چیزای قوی هر چیز داره، اگر شکلش خراب معلوم میشه طبیعتتان نشد جدا است، اما حرام گفته میتونین که از او استفاده کنین. خوبه یک حدیث ما تکمیل شد دیگه. الله به ما شما توفیق عمل. وقت ما شما پوره شد ان شاء الله. دلم بود یک حدیث دیگه هم بخونم. صلی الله علی نبی محمد.